سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدید جذاب همراه نوید. امروز اومدیم با یه بازی خفن. یه لحظه وایسید. ببخشید. اومدیم با یه بازی خیلی خفن البته با هم دیگه داشته باشیم. اسم بازی چیه؟ اسم بازی لتان کمپانیه. یعنی یه لحظه وایسید. لتان کمپانی اینجاست. پاکش کن. اینا عکس بازی. بعد الان هم آموزششو بهتون میدم چه شکلی نصب کنید و 2 نفره بازی کنید که الان آبجیم نیست دیگه، نمیام بلکه بتونم بیارمش. خب این هاشه بازی هم. اینه بازی لتان کمپانی. کاش بیاد آبجیم، ولی خب نمید. اومد میای. خب صدا گوشی تو کم کن په. خب نگاه البته. خب میایم وارد اینجا میشیم، جستجو رو میزنیم. این جستجوی برنامه ها رو میزنیم، یا اینو میزنید نگاه کنید، یا این یه لحظه، یا اینو میزنید، یا این یه لحظه وایسی، یا این لتان کمپانی. خب مثلا من میزنم، فرق نمیکنه به خارجی زدید به فارسی زدید فرق نمیکنه. میزنیم مثلا الان که از قبل نوشتمش لتان کمپانی، گزینه پخش رو میزنید و حال میکنید. حالا بریم تو بازی ببینیم. ببینم میتونم نگاه رو راضی کنم تا با هم دیگه آموزش 2 نفره بازی کردن رو بهتون یاد بدم یا نه. مرسی که حمایت میکنید. خواهشم سابسکرایب کنید. یه لحظه. خب بچه نتونستم رازیش کنم. خب الان میزنیم گزینه پخش. یه لحظه وایسید تا من چهرم بیاد. یا نظرش بذارش اینجا. ببخشید من ما هم است. امروزم دیر ویدیو گذاشتم. حالا بعد تونستم چیزی پیدا کنم. یا الان من گوشیم نمیدونم چه شد، از بس پاک و نصبش کردم. خب نسخه قدیمی شده، ولی شما نه، شما گرافیک جداست. این گزینه اولیه رو میزنید. اگه بخواید تک نفره بازی کنید گزینه اولیه، ولی اگه وایس قبلش باید یه چیزی بهتون بگم. شما باید اگه بخواید 2 نفره بازی کنید باید بگید، یعنی مثلا تو با گوشی خودت، رفیقم با گوشی خودش مثلا به وای فای خونتون وصل بشید، به هر چی وصل شدید فرق هم نمیکنه، نت داشته باشه نداشته باشه فرق نمیکنه. ولی خب اون رفیقتون کدومتون میخواد رئیس بشه، این گزینه رو میزنه وارد مپ میشه. رفیقتون این گزینه رو میزنه. نگاه کنید این گزینه رو باید بزنه. رفیقتون این گزینه رو باید بزنه. این بد شد وایسا. این گزینه دومیه. خلاصه اولی هم هر کدومتون که میخواست مثلا رئیس بشه. حالا من نگاه رو نمیتونم رازیش کنم بیاد. حیف. گزینه اولیه رو میزنم، فرقی نمیکنه. درست شد. مرسی که حمایت میکنید. خداحافظ.